سلام. چه خبر؟ خوبی؟ این اولین ویدیوی منه. حداقل تامنیل دروغ نزدم. امروز نمیدونم چرا ولی برای اولین ویدیو قراره تیر لیست داشته باشیم و یه تیر لیست فرانچایز گیم رو کامل کنیم و مثل کوباساشر بسازیم. پس حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و نمیدونم چرا حال میده دیگه. کوباساشر میگیم میخندیم. بریم تو ویدیو. لیتس گو. به تخمم به تخمم به تخمم به تخمم به تخمم به خب اولین بازی استریت فایتر. سب کنین اول لیستا رو بهتون بگم. سینمای مطلق، ابسولوت سینما. اولیه که میشه خدا، گاد، بی‌نظیر، عالی. بعدش میشه تیتاب یه خوراکی ایرانی بسیار خوشمزه است. طعم یه چیز خیلی خوبی رو میده. انگار بهشت داری میخوریش، انگار داری بهشت میخوری و شیر کاکائو مخصوصا. سب نریدم. خب الان درست شد. تیتاب با شیر کاکائو یعنی خوبه دیگه، عالی. ببین شاکار نیست ولی عالیه. بعدی هم خوب، علکی نیست. داشاهای باقر بهتر از اینن. چیه؟ چی ساخت؟ اینم که سوی برو. چیه؟ کیرم داخل. نه باید فوش بدیم. چرا داریم فوش میدیم برای اولین ویدیو؟ دلغه. و آخری هم که میشه بازی نکردم. آقا من این بازی رو بازی نکردم. میذارم داخل نکردم بازی. و این تیر لیست داخل خود سایت تیر میکر هستش او انگلیسیه و به گفته خودشون نزدیک 500 تا بازیه و قراره دهنمون سرویس بشه. پس قراره 500,000 تا پارت از این ویدیو داشته باشیم. دقیقا مثل تئوس. واقعا چقدر میذاره؟ من همونقدر میذاره. اولین ویدیو رو با حاشیه شروع کردی. ویو میگیره اینون بالا میره. نه خب ولی بریم سراغ ویدیو دیگه. بریم برای اولین بازی. استریت فایتر بازی نکردم. ردد یه دونه با بازی باز میکردیم به ردد نمیرسه. یه دونه تیر لیست یه جا باز میکردیم به ردد نمیرسه. ببخشید. اصلا اسکی نیست از بقیه. مردم از یوتیوبرهای خارجی اسکی میرن، ما از ایرانیش. خب اول از همه رددو من تا یه جاهایش بازی کردم، یعنی بازی هنوز تمومش نکردم. به خاطر همین میذارمش تو کتاب با شیر کاکائو، چون هنوز تا آخر نرفتم. هیلو نمیدونم چرا ولی بازیش نکردم. حتما یه روز میرم میکنم. بازی گرند تف اوتو ماشین دزدی، نه سرقت بزرگ ماشین 5. این بازیو خوشم نمیاد از بازی. چه ناموسن واقعا. نمیدونم چجوری آنلاینش فقط میچسبه دیگه. تموم شد. داستانش حال نمیده. برای همه داستانش اسپویله. بری از بچه 5 ساله سر کوچه‌تون بپرسی که آقا داستان اینو میدونی؟ میگه آره. جدا میگه آره. بریم بپرسین. میگه جی تی ای 5 رو میشناسی؟ بازی شد میدونی چیه؟ میگه آره. یعنی یه بازی کلا خزی شده. ببینیم جی تی ای 6 چیکار میکنه. اینا هم که مستقیم بذاریم. سیمزم که چرت و پرته. خب میرسیم به رزیدنت ایول. اوکی. ماست افکت دار. خیلی بامزه بود. بخندید. همین رو برای کانتنت. خب رزیدنت ایول من 4 رو بازی کردم، لذت بردم. 4 اورجینال هم بازی کردم و شاید پشماتون بریزه.
برای رزیدنت ایول سوروایول رو بازی کرد. سگ این بازی رو بازی نمیکنه ولی من بازی کردم. I'm not سگ، I'm legend. نه سب کن ادیتش میاد رو صفحه. خب Resident Evil Survival بچه اونایی که نمیشناسن لجند نیستن. رو PS1 من اولین کنسولم PS1 بود. روی اون رفتم دقیقا هم اینجوری همه CD های الان هیچ میخوام بهتون بگم کل CD های PS1 دقیقا اینجوری هن. مثلا میری برای PS1 خب یه دونه بازی بخری، بعد بازی مثلا رزیدنت ایول 4 میخوای مثلا بخری ولی تو نمیدونی که رزیدنت ایول 4 اصلا رو PS1 نیومده. میری روش رو جلدش نمیشه رزیدنت ایول 4 میری میذاری تو دیسک چرا اول شخصه ریدم. دقیقا هم برای من همچین اتفاقی افتاد. رزیدنت ایول 4 خریدم سوروایولو کردم تو کون. آره رفت قشنگ تو پاچم ولی خاطر خیلی خوبی باش دارم. خیلی خوبه ولی بازی بهترم هست. تیتاب با شیرکاکو قشنگ تیتابه با شیرکاکو یه درجه بالاتره، یه درجه از ردد بالاتره. میذاریمش داخل بالاتر از ردد، بالاتر از بالاها. خب این چه The King of Fighter اینم بازی نکرد. پایین مورتال کامبت بدک نیست. داستانهای قدیمیش خوب بخوام آها کپکام ورسز چیه این what the fuck سیک چیه اساسا بتلفیلد جدید اصلا شاهکار سینمایی مطلقه ولی بازی نکردم. بتلفیلد جدیده رو چرا بتلفیلد اصلا بازی نکردم و گیم پلی دیدم. ما آنلاین کلا بازی نمیکنم. میذاریم با هیدل آف هانم. هیدل چی چرا اون میومد مدال آف هانر تموم بیند اصلا. ببین کالاف از اینجا اومد. خدا ای خدا ای خدا. خب یه صدای بک‌گراند احتمالا شنیدید از اردک که درست شد. آره بریم برای ماینکرافت که دارم الان دیگه زیاد نباید بازیش کنن ولی دیتاب با شیرکاکو هستش دیگه. یه رتبه‌ای باید بهش بدی که خوب باشه، نه بده نه خوبه نه چی بگم والا من اینو. خب سری بازی Call of Duty بازی شاهکار، بازی معروف من، بازی که خیلی دوستش دارم. اوه کیروم شیکه خیلی خوب. Call of Duty سینمای مطلق. ببین قدیم واقعا نمیتونم نذارم چون شما به اباحت بلک اپس 2 نگاه کن. خداست پسر. مدال آف هانر یه درجه پایین. خداست پسر. همینجوری میتونم بهتون بگم بلک اپس 2 داستان خداست. یکش باز داستان خداست. بعد 3 رید 4 رید 5 رید 6 نه ولی واقعا تا یه جای خیلی خوب بود. جدا داره میرینه الان. باید بهش بگیم سیشیم یا به قول بلش کن. خب میریم بازی دوم هم بازی کردم. خداست پسر. اصلا ماینکرافت چرا اینجاست؟ برو کم شه سیش بابا سیش. اینجوری درست شد. چی این گیلتی گیر چیه؟ گیلتی گال چیه بسر این پرسونا این چیه بسر SMT چین چیه اینه فورزا هورایزن از اونجایی که من هیچ وقت ایکس باکس نداشتم و یه چی میگم بهش فان
پلیستیشنم، کیر تو ایکس باکس. نه بدبختیم، ایرانیم، مجبوریم ایکس باکس بخریم. پس فورزا هوریزن واقعا خیلی گرافیک خوبی داره. تیتاب با شیر کاکائو، خیلی تیتاب با شیر کاکائو زیاد شد. ولی ماینکرافت رو بیاریم پوینت. دقت کردین هر لحظه ویدیو، ببین تون صدای من تغییر میکنه، هر لحظه ویدیو ماینکرافت هی پایین و پایین تر میاد، دقیقا مثل کامیونیتیش. بس فردا دیگه کونمون پاره میکنه.